هذا النور شفاء صدور. ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو کی نامه کنم باز. اما بعد تا توانی هیچگاه غیبت مکن، غیر شیطان بر کسی لعنت مکن. هر کی غیبت میکند او بنده نیست، نزد الله لایق ارزنده نیست. دور باش از صحبت غیبتگران، تا نباشی غرق گناه در این جهان. رفته رفته آدمی به قدر و قیمت می شود. آدمان خورده نان و نمک در فکر غیبت می شود. زن خدا به خبر دشمن شوهر می شود. دوستان با یکدیگر آخر که دشمن می شود. نفس آدمین رفته رفته مثل اژدر می شود. دوستان جانی از پشت مال و ملک در آخر با همدیگر دشمن می شود. اگر خیر کنی وقتی سحر کن، زبانت را همیشه چون شکر کن. دل آزاری مکن در زندگانی، غریبان و یتیمان را نظر کن. بدان که منمنی کردن هنر نیست و قدر آدمی در سیم و زر نیست. بکن گر می توانی خاکساری، از این بهتر در عالم هیچ هنر نیست. فراموش مکن همیشه خاکسار باش. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.